پس از طی چندین کیلومتر مسافت به سامانه راداری برد بلند قدیر در یکی از مناطق گرمسار می‌رسید. الحمدلله با اینکه توان این سیستم توان بالایی هست، ما روی در ابتدا یکی از متخصصان پدافند نیروی هوافضای سپاه در خصوص این سامانه پیشرفته توضیح می‌دهد. هر کدوم از این آنتن‌ها خودشون یک رادار هستن مستقلاً و اینها توسط اون تکنیک دیجیتال بیمفورمینگ در واقع به صورت همزمان تمام 360 درجه رو خواهند داشت، هم در صنف و هم در محدوده پوشش ارتفاع. توضیح می‌دهد که چگونه برای بچه‌های هوافضای سپاه به رغم تحریم‌ها تونستن سامانه راداری رو بسازن که حدود 1100 کیلومتر برد داره. به صورت 24 ساعته مداوم و در تمامی شرایط آب و هوایی در واقع این سیستم فعالیت خودش رو انجام میده. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بعد از شنیدن این صحبت‌ها سامانه راداری قدیر رو بی‌نظیر دونست. برای کشورهای صاحب سد که شاید 8 الی 10 کشور در جهان به این تکنولوژی رسیدن، خب خیلی متفاوت هست، چون ما هم تحریم بودیم، کسی به ما کمک نمی‌کرد جز خدای ارحم الراحمین و باور خود دوستان. از تکنیک‌های برتر این رادار این هست که در برابر جنگ الکترونیکی دشمن که در زمان جنگ مستحضر هستید میگفتن وقتی هواپیمای حمله ور میاد رادار سفید میشه. در این نوع رادارها ما چنین چیزی رو نداریم. امیر اسماعیلی اینم گفت که این سامانه پیشرفته از نوع جستجو و کشف اهداف به صورت سه‌بعدی هست. بس این نیست که از مرزها به داخل فقط ببینیم. ما توسط این گونه رادارهای کشف و شناسایی باید بتونیم که کشف در عمق داشته باشیم. وقتی من عرض میکنم که برد این رادار بیشتر از 1000 کیلومتر هست، دیگه شما 1000 کیلومتر لب مرز یا نقطه خودش 1000 کیلومتر از نقطه استقرار، اما چنین رادارهای لایه‌ها و دژهای مستحکمی است که تا مرز ادامه داره. اما کار طراحی و ساخت این سامانه حدود 5 سال زمان برد. در واقع سامانه برد بلند قدیر حتی قادر کوچکترین ریز پرنده ها رو در آسمان شناسایی کنه. برای کشف ریز پرنده، موشک‌های بالستیک و اهداف پنهانکار که امروز در حقیقت بحث عمومی جنگ‌های احتمالی هست، مثل هواپیماهای یودو، مثل هواپیماهای بدون سرنشین، مثل موشک‌های کروز یا بالستیک و نیمه بالستیک، این رادار توانمندی بسیار بالایی داره. این سامانه به همت سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی هوافضای سپاه ساخته